انرژی هسته‌ای حق مسلم کیست؟ وقتی برق خانه ها قطع می شود و کودکان در تاریکی مشق می نویسند، وقتی بیمارستان ها با نوسان برق جان می سپارند، وقتی کولر خاموش گرمای تابستان را جهنم می کند. حق مسلم مردم انرژی است که زندگی را روشن کند، نه پروژه هایی که آینده را می سوزانند. هزاران میلیارد تومان خرج شده، نه برای مدرسه، نه برای درمان، نه برای نان خرج شده تا چیزی ساخته شود که برق تولید نمی کند. نانی سر سفره نمی آورد و سایش جنگ است، نه صلح. انرژی هسته‌ای اگر قرار نیست چراغی روشن کند، اگر بهانه‌ای برای تحریم و انزواست، اگر باری بر دوش اقتصاد نحیف مردم است، دیگر نه افتخار است نه حق مسلم. شاید فقط ابزار قدرتی است که سهمی از آن به مردم نمی رسد. ما مردمانیم، نه جنگ طلبیم، نه جاه طلب. ما زندگی می خواهیم، روشن، آرام، بی هراس. نه به جنگ، نه به انرژی هسته‌ای بی ثمر.